امروز با ریشه دار شدن کاج لاپسون و انواع اقسام کاج ها که شما با این روش بتونید میلیونر بشید. بریم با هم ببینیم. خب در خدمت شما خوبان هستم. شما عزیزان مهمون بنده هستید و خونه بنده در خدمت شما هستم. اینجا خیلی گلای زیادی بود نسبت به الانی که شما عزیزان میبینید و خیلی هاشو دادم به دوست و عزیزان به خاطر اینکه مشکل کمابی هست و اینی که از اول من خدمت شما عرض میکردم که در زمینه گل درخت من در خدمتم. ببینید عزیزانم که همه اینا رو من امتحان کردم همینجوری و ببینید این هم یه عرس زیباست و اون یاس هلندی که تو باغ ویدیوشو گرفتم خدمتون و اینم یه درخت زردالو هست که اینم برای امتحان اینجاست. خوبان ببینید این روش هر قلمه ای که هست، ببینید شما اینو به سمت بالا قشنگ ببینید به این حالت. چرا این ریشه دار میشه، تضمینی ریشه دار میشه؟ چون این میخواد بمونه تو ماسه، تو خاک، تو هر چی که میذارن اکثر عزیزان این ریشه دار نمیشه. فقط علتش اینه تا اون موقع یا قارچ میگیره یا کمابی یا آب زیاد باعث نابودی اون میشه. و ببینید الان با این کار شما میتونید حداقل کار این قلمه رو راحت تر بکنیدش. ببینید ممنون میشم که دنیای سبز و حمایت بفرمایید تا هر آنچه هیچ عزیزی تا به حال نگفته من در خدمت شما هستم و دنیای نوآوری. ممنونم از نگاه خوبتون.